الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از قسمت دیگر از برنامه راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، در برنامه‌های گذشته در مورد علم غیب صحبت‌های شد که آیا علم غیب تنها خاصه الله هست یا کسان دیگری هم علم غیب دارند و میدانند، که ما به صورت تفصیل در این مورد صحبت کردیم که الله سبحانه و تعالی است که عالم الغیب هست و هیچ احدی جز الله تبارک و تعالی علم غیب ندارد و غیب را نمیداند و مسائلی از این قبیل به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی مطرح کردید و همچنین از آیات قرآن عظیم الشأن استدلال کردیم بر اینکه پیامبران علیهم السلام هم علم غیب نمیدانند و تک تک از آیات را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی به صورت تفصیل صحبت کردم و تلاوت نمودم. در این قسمت هم بعضی آیات دیگر را به خدمت شما ان شاء الله که تلاوت خواهم کرد و در این آیات که تلاوت خواهد شد البته از تمام بینندگان عزیز تقاضا می کنم که قبل برنامه‌های قبل یا آیات قبل را توجه داشته باشند و متوجه شده باشند که آیاتی در این مورد تلاوت شد. حالا می‌خواهیم که آیات دیگری را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت بکنیم و که این آیات هم بیانگر این است که جز الله تبارک و تعالی کسی دیگر غیب را نمی‌داند و همچنین بیانگر این باشد که عده‌ای از افراد و عده‌ای از گروه‌ها و در واقع فرقی که خودشان را به اسلام نسبت می‌دهند و ادعای مسلمان بودن می‌کنند و ادعای پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ادعای پیروی از اهل بیت علیهم السلام را می‌کنند، آیاتی را تلاوت می‌کنند و از این آیات استدلال می‌کنند بر اینکه پیامبران علیهم السلام، ائمه بزرگوار و دیگر اولیای خدا غیب می‌دانند، که ما می‌خواهیم در این برنامه ان شاء الله به بعضی از این آیات بپردازیم. اول آیت سوره مبارکه آل عمران، آیت 179 سوره مبارکه آل عمران که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید، البته جزئی از این آیه هست، کامل آیه نیست، جزئی از این آیه هست که استدلال میشه به این آیه که خداوند متعال سبحانه و تعالی می‌فرماید و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که الله تبارک و تعالی سنت پروردگار بر این نبوده که کسی از آفریده های خود را لیطلعکم، که شما را الله سبحانه و تعالی با خبر بسازد و مطلع نماید علی الغیبی، بر چیزهای پوشیده. که مراد در اینجا این است که الله تبارک و تعالی سنتش بر این نیست که شما مسلمانان را آگاه بکند بر این که شما منافقین را بشناسید، شما دشمنان را بشناسید، کسانی که با شما در ستیز هستند اونها را بشناسید، یعنی از قلب آنها آگاه باشین. چون در جامعه‌ای که مسلمان ها زندگی می کردند در میان آنها منافقینی بودند و این منافقین در ظاهر با مسلمان ها بودند، با زبان با مسلمان ها بودند، در صف مسلمان ها نماز می خواندند، با مسلمان ها حتی در بعضی از میادین هم شرکت می کردند، در بعضی از جاهایی که جنگ بود، غزوات بود شرکت می کردند. البته همیشه حالت انزوا و حالت فرار را داشتند، احیانا علنا فرار می کردند، احیانا بسیار به پنهانی فرار می کردند و به همین ترتیب ضرر اینها بر اسلام فراوان بود. البته آنچه روافض میگویند که نعوذ بالله صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم را منافق خطاب میکنند و فکر میکنند وقتی ما منافق میگن یعنی صحابه، چون اینها تعریف صحابه را نمیدانند. بیچاره ها بسیار بسیار از نظر علمی و از نظر فرهنگی ضعیفند
و از نظر فکری ضعیفن که نمیتونن تفاوت میان صحابه و میان منافق بگذارن. آیاتی که در مورد منافقین میآیند و رد صحابه نعوذ بالله استفاده میکنن. خب به هر صورت الله سبحانه و تعالی میگه که و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. الله سبحانه و تعالی سنتش بر این نبوده و که شما را بر غیب آگاه بسازه که منافق کی هست. ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء. الله سبحانه و تعالی بعضی از پیامبران خود را، عده‌ای از پیامبران خود را الله متعال کسانی را که بخواهد برمیگزیند و بر اونها علم غیب را میفهماند. توجه داشته باشین الله تبارک و تعالی نمیگه که پیامبران علم غیب دارند. اینجا پیامبران هست، منظور پیامبران هست و ما در برنامه گذشته به صورت تفصیل صحبت کردیم که الله تبارک و تعالی به پیامبران خود میگه بگین که ما غیب را نمیدانم. صورت واضح بدون هیچ نوع حرفی واضح و آشکار الله سبحانه و تعالی به پیامبران خود میگه بگین شو که ما غیب نمیدانیم. اما در اینجا پروردگار میگه که الله به اونها علم غیب میده. یعنی چی؟ الله متعال به اونها چیزی از غیب آگاه میکنه، نه که پیامبران علم غیب میدانند. این را توجه داشته باشین، نه این که پیامبران علم غیب میدانند، بلکه پروردگار متعال از چیزهای غیبی که خودش آنچه را که خودش بخواهد به پیامبران خود میگه. این به این معناست که پیامبران علیهم السلام فی ذات غیب نمیدانند، چی برسه به ائمه، چی برسه به اولیای دیگر، به اولیای خدا. اینها غیب اصلا و ابدا نمیدانند، بلکه پیامبران الهی هم که بعضی از چیزها را میدانند الله به اونها میگه. پس تفاوت علم غیب را با این که الله چیزی را به کسی بگه باید بدانید. به این نمیگن در اصطلاحی که شریعت اسلام به او علم غیب میگه، در این اصطلاح علم غیب گفته نمیشه، چون که پروردگار عزوجل به اونها میگه. در آیه دیگه پروردگار متعال صریح میگه که در این آیه هم استدلال میکنند. اولا در این آیه یک تعمقی بکنین و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. بسیار خوب، این قسمت غیب را نفی میکنه که غیب را نمیدانند. بعد میگه از این علم غیب هر کسی از پیامبران خود را که الله بخواهد چیزی از اون علم غیب را برای اونها میگه، برای اونها اطلاع میده. نه که علم غیب دارن، به اونها اطلاع میده، اونها را باخبر میکنه از این علم غیب. و توجه بکنین اینجا پیامبران هست، چی ربطی به ائمه داره؟ چی ربطی به دیگر اولیای خدا داره؟ کجای این حرفی از ائمه گفته؟ کجای این حرفی از اولیای خدا گفته؟ اینها پیامبران علیهم السلام هستند. بعد در آیه دیگر در سوره مبارکه جن آیه 26 و آیه 27 الله متعال سبحانه و تعالی میگه عالم الغیب. الله داننده غیب هاست. الله که غیب میدانه، کسی دیگر غیب نمیدانه. فلا یظهر علی غیبه احدا. الله سبحانه و تعالی از علم غیب هیچ کسی را آگاه نمیکنه. هیچ کسی از علم غیب، از آن چی که پروردگار متعال جل جلاله علمی که در نزد الله هست، هیچ کسی با خبر نیست، چون تمام علم غیب در نزد الله سبحانه و تعالی است. الا من ارتضی من رسول، مگر این که پروردگار سبحانه و تعالی از پیغمبری که الله سبحانه و تعالی خوشنود باشه و به او چی بکنه، به او چیزی از علم غیب را بدانانه، آگاه بکنه. این آیه هم واضحه. اولا پیامبران الهی هستند، ائمه نیستند، اولیا نیستند. ثانیاً با این که پروردگار سبحانه و تعالی در آیاتی که ما در برنامه قبل هم تلاوت کردیم که خداوند سبحانه و تعالی علم غیب را از پیامبران خود نفی میکنه و از شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم نفی میکنه و میگه اینها علم غیب نمیدانند. این آیه واضح میکنه برای ما که پیامبران علیهم السلام علم غیب ندارند، علم غیب در نزد اونها نیست، بلکه پروردگار چیزی از علم غیب را بر اونها اطلاع میدهد و اونها را با خبر میکند. کاملا آیات قرآن عظیم و شان واضح. بینندگان عزیز و گرامی، این که کسی خودش را به خواب میزند و نمیخواهد که بداند، این بحث جدایی هست و ما نمیتونیم که برای انسانی که خواب است او را از خواب، کسی که خودش را به خواب میزند او را
یعنی از خواب بیدار بکنین، چون خودش رو به خواب زده، دروغ میگه، میدانه ولی خودش رو به خواب میزنه. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه توبه آیت 105 میفرماید و قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اینجا رو توجه داشته باشین. آیه 105 سوره مبارکه توبه. از اینجا استدلال میکنن که ائمه علم غیب دارن، امام زمان علم غیب داره، همه چیز را میدانه. یا دیگرانی میآیند از این آیه مبارکه استدلال میکنن که بله اولیای خدا کسانی که شیخها هستند، کسانی که مرشدهای این مریدهای نافهم هستند، میگویند که بله شیخ ما علم غیب داره، میدانه. از کجا استدلال میکنی؟ یعنی اینجا خداوند متعال گفته مؤمنون میدانن. خدا گفته الله هم میدانه، پیامبر هم میدانه، مؤمنون هم همه میدانن. یا بعضی میان این آیه را تعویل میکنن. اینجا را توجه کنین، اول آیه مبارکه را توجه داشته باشین. الله متعال میگه و قل اعملوا، ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بگو برای اینها که عمل کنید، انجام بدهید، هر چی میخواهید انجام بدید. فسیر الله عملکم، الله سبحانه و تعالی به زودی، الله سبحانه و تعالی اعمال شما را میبیند، اعمال ظاهر و باطن شما را الله تبارک و تعالی میبیند. و رسوله، رسول الله هم اعمال شما را میبیند، اعمالی که شما ظاهرا انجام میدین میبینه پیامبر زنده هست، در حال حیات، میبینه که شما چی کار انجام میدید. و المؤمنون، مؤمنین صحابه هم میبینن که شما چی کار انجام میدین. خب این چی ربطی داشت به علم غیب؟ اصلا یعنی توجه بکنین شما بینندگان عزیز و گرامی، یک بار قرآن کریم را بردارین مطالعه بکنین، همین آیه چی ربطی داره به علم غیب؟ و قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اگر این چنین است که شما از این آیه استدلال بکنید که ائمه علم غیب میدانند و کسی دیگر از این استدلال بکند که پیامبر علیه السلام علم غیب میدانند، یا کسی دیگر بیا استدلال بکنه از این بالاتر بره بگه که شیخ من هم علم غیب میدانه، خب از اون میپرسیم که در این آیه مبارکه اولا هیچ ربطی به علم غیب نداره، این علم غیب را از کجا آوردی؟ از کجا آوردی این علم غیب را؟ از کجا استدلال میکنی به این که علم غیب از اینجا ثابت میشه؟ دوما اگر قرار بر اینه که از این آیه مبارکه علم غیب ثابت بشه، الله متعال کل مؤمنین گفته باید همه علم غیب بدانند، باید منم بدانم، توی بیننده هم بدانی، او کسی که استدلال میکنه اون هم بدانه، او مریدی که برای شیخ خود از این آیه استدلال میکنه که شیخ من علم غیب میدانه، خب او هم باید بدانه، چون در اینجا به صورت عموم آمده و المؤمنون، همه مؤمنین باید علم غیب بدانند. پس همه مؤمنین عالم الغیب هستند، عالمین بالغیب هستند. چی نوع استدلالی این؟ چی نوع منطقی این؟ این منطق قرآنی نیست، این منطق اسلامی نیست، این منطق نبوی نیست. و بعد از آن خداوند سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه که و ستردون الی عالم الغیب، هر کار میکنین انجام بدین، خدا میبینه شما که شما چی کار انجام میدین. پیامبر هم در عالم ظاهر میبینه، پیامبر زنده است، ای منافقین میبینه که شما چی کار انجام میدهید. خب دقیق پیامبر علیه السلام عمل شما را میبینه و همچنین مؤمنین هم میبینن که شما چی کار انجام میدین. اما متوجه باشین و ستردون الی عالم الغیب، شما به سوی پروردگار سبحانه و تعالی، پروردگاری که و در آخرت به سوی پروردگار شما بازگردانده میشین. کدام پروردگار؟ همان پروردگاری که عالم الغیب هست. او غیب را میدانه، تنها او غیب را آگاهه، از قلب شما هم آگاهه، از ظاهر شما هم آگاهه. مؤمنین و پیامبر فقط ظاهر شما را میبینند، مگر این که الله متعال به پیامبرش خبر بده که این انسان منافقه. اما مؤمنین ظاهر عمل شما را میبینند.
و متوجه باشید اینجا پروردگار سبحانه و تعالی تهدید میکنه، تهدیده و ستردون الی عالم الغیب و الشهاده، شما به سوی پروردگار سبحانه و تعالی بازگردانیده میشید، اللهی که عالم الغیبه و اللهی که شاهد و گواه و حاضره. فینبئکم بما کنتم تعملون، الله متعال شما را از آن چه انجام دادید با خبر میکنه و شما میگه برای شما که شما چی کاری انجام دادید. از همه عمل شما الله تبارک و تعالی با خبره. هیچ چیزی بر الله پوشیده نیست، اما بر انسانها پوشیده است. انسانها ظاهر عمل شخص را میبینند، ظاهر شخص را میبینند، اما الله از ظاهر و باطن انسان با خبره. الله تبارک و تعالی همه چیز را میدانه. خب بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدین که یک میان برنامه بگیریم و بعدا انشاءالله باز هم در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. وصال حق، تابشی از قرآن و سنت. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. قبل از این که میان برنامه بگیرین 3 آیه را به خدمت شما تلاوت کردم و توضیح کوتاه دادم بر آنها و میگذارم که توضیح مفصل را خودتان از تفاسیر ببینید، قرآن کریم را باز کنید و قرآن کریم را بخوانید که اینها چی ربطی داره به این که دیگران علم غیب داشته باشند. آیه سوره مبارکه آل عمران، سوره مبارکه توبه و سوره جن. حالا میخوام چند تا سوال بپرسم از کسانی که ادعا میکنن ائمه علیهم السلام یا پیامبر علم غیب میدانند. اگرچه یا دیگر شیخها و مرشدهایی که مریدان آنها ادعا میکنن که آنها علم غیب میدانند، نعوذ بالله. اولا که سوالم ارتباط میگیره به افرادی که میگوین ائمه علیهم السلام علم غیب میدانند یا پیامبر علیهم السلام علم غیب میدانند. ما در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که پیامبر به صورت عملی در زندگی ایشان میبینیم که ایشان علم غیب نداشتند و غیب نمیدانستند. مثلا قضیه افک، وقتی بر همسر مبارکشان، بر همسر گرامیشان تهمت زده میشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدانند که موضوع از چی قرار است تا اینکه وحی الهی آنها را با خبر میکند. و همچنین در غزوه احد مسلمان ها شهید شدند، کاکای پیامبر شهید شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر قبلا میدانستند آمادگی میگرفتند برای این موضوع که این اتفاق نمی افتاد. حالا ما میپرسیم که اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم علم غیب میدانستند، چرا در موضوع افک یا موضوع تهمت به همسرشان پیامبر علیه السلام مکث کردند تا اینکه وحی نازل شد؟ اگر پیامبر علیه السلام علم غیب داشتند، پس چرا در غزوه احد کاکایشان شهید شد و قبلا پیامبر صلی الله علیه و سلم باید از این خبر می داشتند و این کار را جلوگیری می کردند؟ و از این قبیل فراوان است. یا اینکه این افرادی که این ادعا را می کنند
روافض مثلا میآیند که فلان صحابی اینها منافق بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم از اینها دختر گرفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اینها دختر داده، روابط پیامبر علیه السلام با اینها خوب بوده. میگن اینها منافق بودن، اینها از اول منافق بودن. خب اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم علم غیب داشتند چرا اینها را از خود دور نکردند؟ چرا برای مردم چهره آنها را نشان ندادند که اینها منافقند؟ چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم از اینها دختر گرفتند؟ و حتی شمایی که حتی بر زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تهمت میزنید و آنها را متهم میکنید به چیزهایی که لایق خودتان هست، در واقع شما بیان میکنید که حتی عقیده شما بر این است اگر شما متوجه بشوید به این موضوع که رسول الله صلی الله علیه و سلم علم غیب نمیدانستند. میگه همسران پیامبر کافر بودن، منافق بودن، کافره بودن، نعوذ بالله. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم با کافر ازدواج کردند؟ میگه بله با کافر ازدواج کردند. مگر همسر نوح و همسر لوط کافر نبودند؟ این چه استدلالیه؟ الله سبحانه و تعالی میگه ولا تمسکوا بعصم الکوافر. برای مؤمنین میگه شما زنان کافره را نگیرید. پیامبر میره زن کافر میگیره. این چه استدلالیه؟ زن نوح و زن لوط به اینها چی ربطی داره؟ در دین آنها شاید جایز بود اما در دین ما جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن عظیم الشان خداوند به پیامبر میگه برای مسلمین بگو که زن کافره نگیرید. خود رسول الله میره زن کافره میگیره، نعوذ بالله. عجب استدلالیه، عجب منطقیه. یعنی از چند جهت اینها بر خودشان حمله وارد میکنند. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم علم غیب میدانند. باز از جهت دیگر میگه که صحابه بعد از پیامبر مرتد شدند. در روز قیامت حدیث حوض را میاره، حدیث مشهور را استدلال میکنه. در اونجا خداوند متعال در همون حدیثی که اینها استدلال میکنن، اگرچه معنای صحابه ای که اونها استدلال میکنن بیجا هست، استدلال ایشان پوچ هست، اما من میخوام از این نکته استدلال بکنم که همین حدیثی که آنها استدلال میکنن با آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم از بعضی از صحابه را از کنار حوض پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها را نزدیک میکند. ببینید شما پیامبر علیه السلام میخواد که اونها نزدیک بشن، اما برای پیامبر گفته میشه که تو ای پیامبر نمیدانی که اینها بعد از تو چی کردن. خب اگر پیامبر علم غیب میداشته باشه، اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم غیب میدانند، خب چرا بعد از مرگ خود حتی همین حدیث نفی میکنه که پیامبر علم غیب ندارن؟ با این که گفتیم در مورد این که لفظ صحابی در اینجا چی معنا دارد اون موضوع جدایی هست، اما خودشان میان از همین حدیث استدلال میکنن و بر فرق سر خودشان میخوره. بسیار خوب، شما از یک جهت میگید پیامبر علم غیب داشته، خب این حدیث که نفی میکنه علم غیب را چگونه به این استدلال میکنید؟ اینها سوالاتی است که باید جواب داده بشه. اینها سوالاتی است که باید به اینها پاسخ داده بشه. اما در مورد شیخها، در مورد افرادی که جادوگرند، به اینها شیاطین بعضی از کلمات را یاد میدهند، جنیات به اینها کلماتی را میگویند. اینها غیب نمیدانند. غیب خاصه الله است، الله میدانه و بس، فقط. اما این شیخها و این جادوگرها و این دجالهایی که ادعای علم غیب میکنند و دیگران اینها را باور میکنند، اون که کافر است. اینی هم که آن را باور میکند و تصدیق میکند، این هم خطرناک است. طبقی که ما در برنامه‌های گذشته به این موضوع اشاره کردیم. گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت صریح میگن کسی که جادوگر را، کسی که ادعای غیب میکند، علم غیب میکند، او را تایید میکند، او هم به قرآن کریم کافر شده. به اینها جنیات میگن، اینها علم غیب ندارند. علم غیب خاصه الله سبحانه و تعالی است. پس ای بیننده عزیز، این را بدان که غیب را فقط الله متعال میداند و کسی دیگر احاطه‌ای در این علم پروردگار سبحانه و تعالی ندارد و هیچ نوع دخل و تصرف هیچ احدی بر علم پروردگار سبحانه و تعالی ندارد و نمیتواند داشته باشد.
پس مجموع برنامه هایی که در مورد علم غیب رفتیم نتیجهش بر این میشه که طبقی که آیات قرآن برای ما واضح کرد، طبقی که الله سبحانه و تعالی برای ما کاملا آشکار نمود که علم غیب را فقط الله دارد و بس. دیگران اگر بر اونها ادعای علم غیب میکنیم دروغ هست، بلکه الله سبحانه و تعالی به بعضی از پیامبران خود چیزهایی را اطلاع داده و این افراد دیگری که بعد از پیامبران علیهم السلام هستن علم غیب ندارن، اونها چون این ادعای نکردن و کسانی هم که ادعا کردن دجال ها و شیاطینی هستند که شیاطین به اونها بعضی از چیزها را اطلاع میدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد آنها میفرمایند که شیاطین جنیات کلمه‌ای به اونها از غیب میگویند، استراق سمع میکنند آنچه را که شنیدند، بعد اون کلمه را به اینها میگویند و اینها 100 تا کلمه دیگر بالایش اضافه میکنند، دروغ دیگر، کذب بالای آنها میکنند، به خورد مردم میدن. 100 کلمه میگویند، از 100 کلمه یک کلمه راست هست، 99 تا دیگر دروغ میباشه. پس بینندگان عزیز و گرامی متوجه باشین که غیب را فقط الله سبحانه و تعالی میداند و جز الله کسی دیگر غیب را نمیداند. این آن چیزی است که از لابلای آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شده. هر کس غیر از این میگوید بفرماید این قرآن و این هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و دلیل صحیح و واضح برای این که علم غیب را دیگران هم نعوذ بالله میدانند ثابت بکند. و بینندگان عزیز و گرامی در اینجا برنامه را به اتمام میرسانم. الله تبارک و تعالی برای همه من و شما توفیق بدهد که با آیات قرآن عظیم و شان عمل بکنیم و آنچه را که پروردگار سبحانه و تعالی در قرآن در کلام خود برای ما دستور داده و برای ما آن را پروردگار متعال به عنوان خط مشق پروردگار سبحانه و تعالی تعیین کرده با آن روان باشیم و الله به ما توفیق بده که از جمله پیروان واقعی قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و از بدعات و شرکیات خودمان را دور بداریم و الله تبارک و تعالی ما را از آنها دور بدارد. خب به هر حال از این بیشتر وقت بینندگان عزیز و گرامی رو نمیگیرم تا برنامه بعد که انشاءالله در خدمت شما خواهم بود از موضوع دیگر که در مورد حاضر و ناظر بودن هست که آیا الله تبارک و تعالی حاضر و ناظر است یا دیگران هم میتونند بر اعمال ما نظاره بکنند، در این مورد انشاءالله صحبت خواهم کرد. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله تبارک و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.